سلام علیکم برار عزیز من. ما اینجا پارکور آوردیم، پارکور توف مرمرقی. اگه عکسش البته این بالا باشه. اینا پارکور ترام دایمنشن پارکور. وای اینو من پیدا کردم. بعد دوباره گمش کردم. بعد دوش سه هم داره. آهای پارکور اسپیال. یکیش هم پیدا کردم، دوش رو پیدا نکردم، سهش هم نه، یکیش رو پاره شد فکر کنم. پارکور اسپیال راحت ترین پارکور دنیاست. بریم ببینیم چی میشه. تخم مرغ، پارکور تخم مرغ. بریم وی پارکور ایگ، یعنی پارکور تخم مرغی. اگه نرم تو نمیرم این ثانیه هم میگیره. بعدم واسه چی؟ هیچی نیست. چیه نیلای اخماتم تو همه چپ هم نگاه میکنی؟ چیزی نیست. تو به جوجهات برس. خدایا خداوندا باز چه خبره؟ چرا امروز رفتی پیش ایشی؟ ای خدا اگه گذاشتن ساکت باشه. نیلای چرا زمزمه میکنی؟ هر حرفی داری درست بگو. باشه. تو چرا دست از سر ایشین بر نمیداری؟ اون زنه چی کارت کرده؟ با وجود کاری که باش کردی بازم تو خونش راهت داده. اینجوری تشکر میکنی؟ چی داری میگی تو؟ خودت خوب میدونی که من چیو دارم میگم. من با این سر و کله نزن. اگه مهم نیست من با چشم گریون چشم برات باشم لااقل به پسرت فکر. من با ایشی کاری ندارم. چی بهت گفته؟ هیچی. خودت شنیدی من چی گفتم. دست از سر ایشین بردار. اگه باهاش حرف نزن ولش کن. چی کارش داری؟ من کاریش ندارم. باشه بیشتر از این بحث نکنیم دیگه. همین که گفتم حالا برو به جوجهات برس. برو. خدای خداوندا یه نفرم مثل آدم حرف بزنه. خدایا چرا کمکم نمی‌کنی؟ حواسم نبود جمع هست. شاهدی ممنون خوبم. ببینمش. خوبه؟ چیز زیادی نیست. خوب میشه میگذره. اگه میتونی شوخی کنی یعنی خوبی. برای شکر مادرم خوبه. روحم داغم. نه تو یه مرد مومنی. میدونی که همه چی حکمتی توش هست. درسته؟ حکمتش چیه؟ ببین پسر جان، من تو زندگیم گاهی اوقات خطا و بدیایی کردم. گاهی برای بالا رفتن باید یه جوله بگذاری. خلاصه این که شیطان زندگی گناهکارا رو راحت تر میکنه پسر، چون اونا شاهکار خودشن. اما زندگی با ایمانمون رو پاک سخت میکنه. زندگی اونا رو تا وقتی زنده‌اند جهنم میکنه که نتونن به خدا برسن. خیلی خوب دیگه. مهرهای شطرنج منتظرن. Yes. چقدر من تنها خوب رفتم. بچه ببخشید بچه من اصلا یادم رفتی میتونم ویدیو بگیرم. باورتون نمیشه. خب دیگه خب دیگه نماز صحبت میشه نمیریم ارساس.
مرساد همیشه میرینه و نمیدونه که کی بمیره. همیشه میرینه دیگه. بچه باورتون نمیشه ولی من اصلا پارکور بلد نیستم. میبینی بیشتر وقتی گیج میشم. من گیج شده بودم که کدوم وری برم. مردم. خسته نباشی. گیج میشم بیشتر وقتی کدوم وری برم. میدونم کدوم وری برم ولی گیج میشم این لحظه. وقتی من مود باید پیدا کنم که این آتیش این داخل همین صورت همون کمتر کنم. مثلا داخل بدورس کمتر میکنه. جواب پلیرها دیدن ولی من که بدراک پلیرم باید این مود باسش. من بدراک پلیر بدبخت باید همه چی رو خودم پیدا کنم. اشکم نرمد از بس صحبت مفت دارم میکنم. برگردیم بابا حوصله‌ت نرم. ایشی خانم بفرمایید چیزی می‌خواستین؟ ای خدا. خانم کسی نیست نگران نباشین همه خیلی خوب. بیرزن گوش کن ببین چی میگم. من چند تا عکس برات میفرستم. فردا اول وقت عکس رو میبری و چاپ میکنی. میذاری توی یه پاکت و میری به سرایداری یه جای قایمش میکنی. بعد از قایم کردنش بهم خبر میدی. فهمیدی؟ فهمیدم خودم خوبه. اما پای زلفی رو نمیکشی وسطا. فقط باید خودت انجام بدی. نه خیالتون راحت باشه. خیلی خوب. نقشه عبداللهمونم سر جاشه. کاری که گفتم رو انجام میدی نه؟ بله روزی چند بار. سالیه. خیلی خوب. برو برام آب بیار. میخوام ببرم بالا. خدایی چقدر خوب رفتم. ببینیم بچه تا کجاش میتونیم بریم. الان اینجا من چه غلطی کنم. خب برو آره من. بیام کنیم. لیو همه چیز رو به راهه. فقط منتظر خبر باش. ما چجوری برم خب بالا. افتادم. آها اینجا یه چیزی هست. چند تا آب سفارش میدم برای خونه. چرا اینجوری با خصاصت توی لیوان آب میدی به من؟ تو قرن 19 خانم شیشه که میاریم عبدالله عصبانی میشه. ترس آب خوردن طبقمون رو نشون میده. وقتی تو خونه نمیشه با فرهنگ بود تو اجتماع چه انتظاری هست؟ خیلی خوب شب بخیر. شب بخیر خانم. آها اینجا حواسم نبود اصلا اینجا. میره عزیزم. بدبخت شدیم رفت. بدبخت شدیم رفت. بدبخت شدیم رفت. بدبخت شدیم رفت. نه بابا راحت اینجا. اینجوری میکنی؟ دارم میگم من آب نخواستم. عزیزم تو چرا سر به سر من میسنی تو این، آب خواستی؟ این. من رفتم آوردم از پایین. خیلی خوب بابا نخواستم. ای. بابا تشکر. این وضعیت داره منو میترسونه. نگرانم واقعا. نردبون. من خواستم. بله که خواستی عشق من. خواستی عزیزم. پس چرا رفتم پایین؟ بگذاریم. بچه ثانیه هم 430 تا اینجا شما اومدم. الان من باید برم روی شیاف یا روی چیز دیگه. سلام شیاف علی. وی آروینو. آخه چرا سری چرا متوجه نمیشی؟ آوردمش اینجا که خطاطی رو نشونش بدم. عزیزم اینجا بود. اصلا عالی بسیار عالی. اصلا حرف نداشتیم ارساد. اون همه راه و زحمت کشیدم رفتم و ریده شد میانش. به اونم که اصلا حرف نزدی. خیلی زیش. اینطوری زیاد صمیمی میره رو مخم. دوست ندارم. تو بله من از این دختر خوشم نمیاد. نمیخواد باش بگم. ای خدا فراز تو هم به اون گیر دادی یا عجب بابا مگه نمیدونی نون سمون از اینجور آدم هستن. به رابطه مردم حسادت میکنن. چشمشون هم همیشه شوره. تازه رابطمون خوب شده خرابش نکن. از خانواده قصر در رفتیم نوبتی چشم شوره. آها چشمشون. چک پوینت بعدی. من هنوز زنده ام بچه ها. مرساد علی بار میگردد با جنگل بازی های خودش. میره دنیا را میگردد و میریند به خودش. خب اگه تو اینطوری چقدر رندوم داشتم میرفتم. نزدیک نمیشم باشه. کلن دایی. نبینیش زیاده کمان نبود. وای هست تو دیوونه. بهترین پلیر پارکور در خدمت. البته از نظر من یه پلیر رو دیده بودم داخل 9 ثانیه پارکور. حالا در حد تخم‌مرغ خیلی بزرگ نبوده. مثلا من بودم
داخل 5 دقیقه تمامش میکردم. مردی حرفه‌ای بود داخل ماینکرافت بدراک. با سیستم هم مثلا بدراک رو داخل سیستمش داشته باشه. گرفت انجام داد. با گوشی هم بود. گرفت جوری انگوشتش سری میرفت که یعنی منم میگفتم لا اله الا الله. جنم انقدر سرعت نداره انگوشتش. میدونی نه البته جن خودش چه سرعت. نمیدونم چرا. چون جفتمون به یه دلیل اینجا هستیم. پسر اوه آخه خوشگل پسر من دارم میرم. خوشگل پسر من اره یاری من خوشگل پسر من اینجا نه بالا برم. من آتش درون تو خوب میشناسم. نشناس شما رو هم زنت لو داده چرت و دادم. پرت فیلم ترکی. یه لحظه بچه وایسی من صدا تلویزیون کم کنم و برم بخورم. آخه چه صدا رفت. اینجوری دیگه تمرکزم روی پارکور کمتره. شاید تو کنی که من واقعا دارم مسخره میگم. نه من وقتی سر و صدا باشه تمرکزم بالاتره. چون که آدمی هستم که خودم خیلی سر و صدا میکنم. ببین عکس اینجا اسلام گذاشته من نتونم کنم کسافت. دیدم دهنت سازنده. چه جای راحتی اسمان شده باشه. برای یاری من یاری براری. بچه ها داخل کامنت ها بگین اهل کدوم استانید. من اهل استان گلستانم. من اهل استان گلستانم. مثلا آهنگ مازندرانی من بلد نیستم. آهنگ خارجی من بیشتر هستم ولی مازندرانی میخوام. به چی داریم؟ الکی موی بچه ها در میگین همه اصفهانی ها همه چی رو مجونیم خب وقتی یه تک تو مجموعه وحشی میشن. اصفهانی ها پولارن. شما باورتون نمیشه ولی اصفهانی ها پولارن. اصفهانی ها پولارن. ما یکی دو بار عمو من اصفهان دوست داره. چند تا دوستش اونجا اصفهان خونه دارن. خب آره خونه دارن و ما هم یک دور رفتیم اصفهان با همون. البته یه شهر کوچیک هم هست کنار شهر اصفهان. شهر اصفهان آره به نام سامان چنل ببخشید ولی اسم همین بود. اسم شهر سامان بود. ما اصلا هدفمون بود بریم اون شهر به خاطر چی؟ به خاطر جنگلاش. اصلا ما اصفهان اصلا هدف اون رو داشت. این اصلا یه بار حالا ما 2-3 شب اصفهان موندیم. اینجا کجا باید برم؟ ادامه 2-3 شب اصفهان موندیم. گاز که پیدا نکردیم والا. اصفهان گاز نداشت. فکر کن این همه گشتیم. البته شب بعد فردا صبحش رفتیم ما کجا؟ رفتیم ما نقش جهان. اونجا گاز خریدیم. اما منم که 5-6 بار اصفهان اومده بود خسته شده بود یه جا نشست. حالا یکم پیاده روی کرد. رفت واسه مام بزرگ هم یه دونه عصا چوبی قشنگ گرفت با خطاطی قشنگ بود. رفت گرفت. ما که من و مامانم و بابام اینا خانوادگی داشتیم دور میزدیم داخل همین نقش جهان. چون که اولین بارمون بود دیگه. آدم اولین بارت باشه ذوق نمی‌کنی بری ببینی. اولین بارمون بود داشتیم داخل نقش جهان قشنگ میگشتیم. رفتیم اسبایی که اون وسط بودن میچرخیدن رفتیم نشستیم. خیلی حال داد و عشق کرد. این بچه ها یه ویدیو در مورد همین سورابیتو در مورد هوش مصنوعی زوبیا گذاشته بود. عیسا اینجا رو دیدی؟ شبیه داخل پارکور بلگراند شبیه اون عیسا نبود. خدای ریدم دارن هرکی که سانسوری دون پسر.
840 ثانیه. عالی، قوی قوی. دقیقا عالی. عالی، قوی قوی. بچه داخل کامنت ها به هم بگین که من پارکور بلدم، حالا بلد که هستم، پارکورم خوبه یا نه. من چون که ماینکرافت بدراکه و ساخته به نظر خودم خیلی خوب. نریزیم. لا 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 لا، ریدم به خودم. نریز. نریز. نمیریختم میافتاده تو آب. خود نیافت. آب پرتقال. چی نیفته؟ خیلی ندیده رو چی نیفته؟ دارم پارکور میکنم. اسکول پلش آسمان میفته. پارکور دیگه، سختی هم داره. اندوین هوا ریدم به خودم. رو آیرون ها هست ریزون سر صدایی که داره. یا دیدی دیدی دیدی. این صدا. دست تنم گیر میکنه به دیوار. بیا. ما که ویلیجر نیستیم. تمام تلاش برای باختن. آقا ماشاءالله بابا، قوی قوی قوی. مگه مرساد؟ آره مرساد میبازه. مرساد میبازه، چیز عجیبی نیست. نگفتی میتونست بازه. بله که میبازه. آخرا اینجوری نه وای، همین حالا اینجا ریخت. چه شانسی داشتم. خب افتادم که ولی بلدم پارکور بلدم. بچه ها نسبت به پارکورهایی که دیگه بازی میکردم و مداوم میباختم، تخم مرغ راحت ترینه. خدایی از من اسپیرال هم بازی میکردم خیلی سخت بود. بیافتیم. ماشاءالله 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 بهش بگید ماشاءالله. صد گلو والله بهش به من بگید ماشاءالله. آفرین آفرین به خودتون رسید که فقط بلدی برینی. ولی ما که چیز نمیگیم. مگه ما چیز بدی؟ آره ما چیز بدی گفتیم. خدا از ما ناراضیه. خدای خدا از ما رابازیه. رابازی. بیا برو بابا. تو که دیگه نمیتونی بیای جلو من. بعد اون بودم سریع. باشه آها مستقیم بودم برم. بودو بیو به نظرم. الان من اینجا باید چی گفتیم؟ آها اینجاست. بچه شیدر اسمش پریزماه. لبم بیا. اسمش پریزماه و خیلی چیزای بالی داره. باشم این بار رو وارنینگ بذاری که برای من نمیشد. برای وارنینگ میزنه. برای من وارنینگ زد و من گفتم گام بگو رو وارنینگت ارور یعنی داد. من گفتم برو بابا سلت نره. بذار دقیقا شیدرم لذت ببرم. رفتم چک پوینت بعدی. به نظرم قوی باختم. وای الان من کجا باید برم؟ فعالیت اینجا پریده. من اینجا خیلی چی؟ آها اینجا دقیقا همون جایی که باید برم رو نمیبینم. چشمم ضعیفه بود. درسته دیگه من اصلا اینکی نیستم بچه ها. اگه اینکی بیدم من واسه خودم اینک میذاشتم واقعا روی اسکینم. واقعا دوست دارم اینک میذارم. ولی اینکی نیستم. اینجا چه خبره؟ بالا چه خبره؟ بریم بالا رو نگاه کنیم ببینیم چه خبره. بده بیا پایین ببینیم پایین چه خبره. من کیک میخوام. چی شد؟ آها یعنی ریدم کاملا هم ریدم. بفرم
بعد میرفتم چک پوینت رو میگرفتم، بعدش میومدم خودمو میکشتم، بعدش میرفتم چک پوینت رو میگرفتم. از زیاد مهم ما که رسیدیم. سرعت رو نگرفتی بودم، باورتون میشه؟ کنجکاوت میکنه وقتی نردبان اینجا میبینی. ولی ما که پارکور اومدیم. کنجکاو یعنی چی؟ کنجکاو اصلا نریم ما. بیا بیا میخوام سوار شم. خب بلشت ای کسافت است. الان ما کجا بود؟ من نفهم آخه. یعنی بیاد بزن سری بنجی. برو دیگه اوز کنه پلشت. اخ جونمی جون دل منو بردی، کاشکی نمیبردی. چقدر سرعتش زیاده. آفرین. کاکتوس رفت. منم دارم آتیش میرم. عالی. دمیجم نمیخوام البته چون که دیدم رو زحمت کشیدم. دیدم برات. بشین بریم. بعد حواسم باشه بریم. اصلا حواسم نیست. بزن این باز آتیش گرفتم. خب الان ما اومدم پایین. اسلایم واسه رفتم با اونجاست یعنی چون مازیش. بذار بریم همینجا رو بگردیم ببینیم چی پیدا میکنه. و دیدی چی پیدا میکنم. چه مردی خلاق بودم. اونم تو دیدی من خودم یه تخم مرغ رو بخوام بسازم واقعا سخته. برش مردی این همه فکر کنم کامندم زده اونم با پارکور ساخته. من خود تخم مرغ رو به زور میسازم. واقعا مردی زحمت کشیده. ارزشش داره که لایک بخوره این ویدیو به خدا. بشین. خسته شدم از بس نشستم. خب برو از من باید نگه دارم. کشولو. نه اینجا پیاده شدم رفتم تو لاوا. خود نگو. برو. زیاد دارم من نمیشه. اوف. کاسکی نمی بردی. آره کاشکی. من همینجا مشکل داشتم به خدا. وقتی سقف نزدیک کله بنده است من بدم میاد. سقف نزدیک کلم. بابا برم اونجا. خاک تو سرت. خاک تو سر عمه است. البته بچه من عمه ندارم اینو بفهم. اگه عمه دوشتم که میگفتم خاک تو سرت. مازیار داد شب خود چیکار کوفت زیدای بالی دارم ملیم. الان من بچه غلطیم. آها فهمستم. وای فکر نمی‌کردم اصل بلاکی باشه که نذاری پارکور کنه. و متاسفانه آره هستیه رو اصل. من میدونم چه دلیلی. آقا درسته اصل چسبناک هست ولی من میدونم اصل بنازم زیر پام داخل واقعیت بپرم. آقا من اینجا منطق نداره. چجوری بلاک رو هوا ولی بنافهم. من اینجا یه چی دیگه. یعنی ما روی سنگ روی ما وقتی ما میشینیم دمیج نمیخوریم. یعنی اگه روی سنگ داغ هم میشینیم دمیج نمیخوریم ولی وایسیم دمیج میخوریم. What the hell. اصلا نفهمم. خدای نفهمم. تو پلیر تو دلیلشو میدونی بگو. نه نمیشه. ای تو پلیر چرا میدونم چالش امیدوارم این برسه به دست تا پلیر چرا تو چالش نمیذاری؟ یه چالش بذار چه میدونم اگه فلان بشه فلان میشه. چی میدونم میگم مثلا اگه نتونم اینو برم اسپامو میگم
واقعا الان همه بچه کنجکاون. حداقل مثل زولبیا یه چی گفت تاپ پلیر یعنی چی؟ من نفهمم معنیشو. حداقل یه چیز منطقی بذار. اسم زولبیا حداقل یه خوراکی گذاشتی یا هویج، ولی تا هیچ نذاشتی. تاپ دیگه، تاپ میخورد. تاپ کردی پلیر رو. نفهمم. مثل من که اقلا میام. من باید برم. What the hell؟ خونه چی نره؟ چون نمیگیره؟ من باید چه خونه بفرم؟ خونجا بسته است. ادونچر مودم باید برم همونجا. باره دیگه من باید برم اینجا. گیج میشم که حالا دوباره گیج شدم. ولی ما که ویلیجر دقیقا ما ویلیجریم. نمیشه موقعی که نمیخوام استرس داشته باشم میگم ما که ویلیجر نیستیم، بعد همون موقع ویلیجر میشیم. ببینیم عاقبت حرف زدن بی موقع. بس افکت بزنم ببینم میشه. ما بزنم. خب what؟ آی خوکه ترسیدم. سایه ما نشون. صفم چرا نمیچرخه؟ وای بیشتر وقتا این تابلت ترسناک میشه. کریپی پاستا تو مپه دیگه، تو مپ پارکور کریپی پاستا نیاری. بچه من یه کریپی پاستا دیدم داخل ویدیوها که صبح یه موبی اینجاست که نمیذاره من. دقیقا همون موقعی که میخوام از اینجا بپرم صفم تکون میخوره. البته بارای قبلی نشده بود، این دور فقط شد. نکنه این مپی کیری داره. کریپر من که روی کنم داخل به ایرانی ها فکر کن. رو فوشیز از با موقعی که درست کردی از کن. نفهم خودم منطقتون بچه واقعا بازی مورد علاقتون چیه؟ من بازی مورد علاقه ماینکرافته. یعنی فکر کن میدونم شما این کاری میکنید ولی به من بگن من بهت $1,000,000 میدم، نه اصلا تومن، $1,000,000 چه میدونم $1,000,000,000 بهت میدم فقط ماینکرافت ول کن. من قبول نمیکنم. یعنی اینجوری اما اصلا ماینکرافت دوست ندارم ول کنم. با صورت هم نمیچرخه بده میاد این بدازین. خب ریدم. یعنی چرا من بچه بکنم؟ من نفهم اصلا. دوباره نه منو بذار از لاوا بول برم بالا. به قرآن من نفهمم. خب یه لحظه بایستی. خب وایستی من رفتم در خونه رو وا کردم. ای خدا پیر شدم دست. بچه شما بزرگ اصلا شما مثلا برادر کوچیکی، خواهر کوچیکین یا خواهر بزرگین یا برادر بزرگین؟ دوباره باز این چیکار خورد؟ بچه واقعا من نفهمم. یه دونه میزنم واسه تکون میخوره میره هوا. بچه من با انگشته کلافو بگیرم نمیذاره دستات ببین الان دست منم سر نمیخوره ها، ولی خیلی اذیت میکنم.
نمیدونم توی مپای پارکور اینجوری میشه تا کرم بریزه یا خود همین مپ این کارو میکنه که کرم بریزه. الان من اینجا کجا برم؟ ما پله دمت که خب ریدم دمت ما پله دمت که رو خریدم دمت واقعا سخته برای من. الان منو به در دایمن بلا من وای گفتم منو میفتم پایین. وای یک دفعه دوباره تو صفم یک دفعه چرخید. خب کجاش دایمن بلا که مرسد احمق هیچی نمیدونم چی شد فاوند یک دونه از 10 تا یعنی من حتی 1/3 هم نرفتم. حالا بچه بزنیم دیگه من از اینجا به بعدش نمیتونم برم. از اینجا به بعدش هم خیلی ویدیو طولانی نمیشه دیگه. میخوام برم ببینم که همه چیز میخوام برم ببینم که چقدرشون رفتی. اسپکتیتور مود میکنم. بودو چقدر بزرگیه. هی مود تخم مرغ خیلی بزرگه. من 2-3 ساعت باید بذارم. بیا اینجا. هی حالا دیدین چقدرشو فکر کنم ما این نارنجیه رو رفتیم قرمز رو رد کردیم سبز اون زیرا این همه اومدیم بالا ولی خیلی مونده. بریم اون بالا ما مسخره هاش رد کردیم با غلاش یه عالمه هنوز مونده. چقدر صراخ این حوصله داشته. اینجا قسمت اسپان بچه صفحه گیر میکنه بیشتر وقتا باید فشارش بدم. ببین اینجا قسمت اسپانه دیگه درسته. آره اینجا قسمت پلی میری پلی بهشم اینجا خودش پارک. این چیه الان؟ نکن بدم میاد انقدر از این حالت مایکرافت که باگ میفته خودش یک دفعه یک کار میکنه. کوفت یعنی یک بلاک بخوره بشله. نه اینجا قسمت اسپان که همونجا قسمت اسپان هم یه چیز داره. تکون نده این سفر رو. ای خدا گیر شد. هر موقع اسپانم میدرستم میبرم خواسته شده. پارک ایگ الان اصلا من بیام اینجا چک پوینت گرفتم. 0 این همه رو برم واسه 0 الان چه چیتری هم بریم اون بالا ببینیم چی میشه. ببینیم چی باسه. ولی اون کسی که سازنده شده واقعا زحمت کشیده باجی. واقعا ساختم چه چیز. من تخم مرغ معمولی کوچیکشو به زور میدم. این پارکور هم ازش ساخته گیج نمیشه. واقعا مالی زحمت کشید دی بردم آره بردم. Your time 5 ثانیه. اینجا کجاست؟ Back to spawn. Back to spawn. خب بچه امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. با داخل ویدیو خب همونجوری که دیدید ما اومدیم مپ پارکور تخم مرغ رو رفتیم و واقعا مپ باحالیه و آسون از نظر منی که این همه مپ پارکور رفتم و آسون ترینش همینه و واقعا همون خیلی باحاله. منم میگم برید ویدیوهای درت فاینر بدراک رو نگاه کنید و این مپ ها رو دانلود کنید. واقعا مپ های
اینجا تست بود، حالا تست میاد و خیلی باحالم مپاش و واقعا حال میکنید. این اولین مپ پارکوری بود که همین درت ماینر فکر معرفی کرد و واقعا قشنگ بود. مپ قشنگ و آسونی بود از نظر من بدروک پلیر و واقعا خوشم اومد. یه لحظه چشماتو ببند، یک لحظه چشماتو داداش دارم میرم، یه لحظه چشماتو ببند. هر کی من ببینه گویه. نه ببخشید بچه من بیادم. حالا هر وقت گفته چه راستی لایک کردی تو سابسکرایب کنی. حالا چشماتون رو دور ببندید. فوزولا فقط چشمشون رو وانه میدارن ها. حواستون باشه که چشماتون بسته باشه تا فوزول نباشه. خب حالا چشمتون رو واکنید کنید. آره همینجوری که دیدیم این هم مپ پارکور اگ بود و واقعا یا تاخر مرغی واقعا عالی بود و راحت و صادقانه. امیدوارم خوشتون اومده باشه از این پارکور و این ویدیو. تا ویدیوهای پارکور بعدی فعلا بای بای.